اقبال کنند. همین 8 طبقه داره، 8 در جنت است. در همون درها ترا انتظار باشه فرزندی ترا شفاعتگر باشه، ترا دست بگیره داخل جنت ببره. میخوای گفتم میره گفت بله این که بخواهی صبر پیشه کن، از خداوند تو صبر طلب کن، در عوض این تو خدا جنت است. ما از خداوند برای شما و نزدیکان شما و پیوندان شما صبر جمیل اجر عظیم خواهانیم. ما همین فکر سنت رسول خدا صلی الله علیه وسلم که همین سنت زنده کنیم و همین حدیث پیغمبر را به سمع شما برسانیم آمدیم که شما را الله صبر بکرد. واقعا این فراق فرزند یا درد جانسوز و جگرسوز است. این تمام تاجیک و تاجیکستانی چی در تاجیکستان چی از بیرون از تاجیکستانی موت فرزند شما دنیا را در جنبش آورده. خداوند شما را صبر بکرد، شما را اجر بکرد. یک امانتی را ما از اون یک برادر صاحب‌خود شورتندی کن و محمد جان $5000 که در بسیار مورد یا میرسونید حقا یک دعا کنید. ما دعا کنید تا قبول کنه و صبر کیا و اجر کیا و مکافات کیا و همون وعده‌ای که هست جنت الفردوس را نصیب کنه.